از ما گدایگر گدمی افغانستان هم دیدی مرا بگید بچه خودن سگ پیدا بودید. 1 دقیقه در ارتباط با رسول الله صلی الله علیه و سلم معلومات بتین. 1 دقیقه سیست شروع شد. 1 2 3. خب ما برکت رسول الله صلی الله علیه و سلم فهمیدی چه بنده امتی شد. همین ودوی را کجاش بخنده میمون. من میادونم این مردم با کجا روان است. یک کس درباره دین حرف میزنه ما میخندیم، یک کس درباره اسلام حرف میزنه ما میخندیم، یک کس درباره خدا و رسول حرف میزنه ما میخندیم، یک کس درد دلش غریب بودنش با جامعه میگه ما میخندیم. احساس ما چی شده است؟ آیا ما با کجا روان هستیم؟ آیا این مردم ما با کجا روان است؟ آیا وطن دوستی در وجود ما هست یا نیست؟ کافر که کافر است ولی یک بیرحم باشه. یه هموطنای خودمان است. هیچ وقت خارجی کارا نمیکنم، هیچ وقت ایرانی کارا نمیکنم، تاجیکستانی کارا نمیکنم. این وطندار خودمان توست. این کارا را میکنه، این بدبختی ها را میکنه. یک کس بیچاره گرسنگی مرداره است سر از میخندی. نمیشرمید؟ همین طور ولگه ادامه پیدا کنه تا 100 سالی وطن جور نمیشه. وطن دوستی در وجود ما نیست. ما هم دیگر را دوست نمیداریم، هم دیگر را نمیپذیریم، هم دیگر را در آغوش نمیگیریم، یک لغت دیگه میزنیم. نکنین این بدبختی ها را، نکنین با خدا قسم تباه میشیم. و یک از خوبی که نمیتونیم بدی هم در حقش نکنیم، خوبی که دست تا نمی بدی هم در حقش نکنیم. در صفحه مجازی جوانانی هست که حرفای زیر پا افتاده میزنن، حرفای زشت لو لو میزنن، کسی او را سرش نمیخنده، کسی تا اون تقریرش نمیکنه. کسی که درباره دین حرف میزنه، درباره اسلام حرف میزنه، درد دلش میگه، سر از مردم میخنده. این کارا کی میکنه؟ وطندار ما توست. ما و توست این کارا میکنیم. هیچ وقت خارجی کارا نمیکنیم.